سخنرانی داریم به نام گدالی از خانواده رحیم آباد. خانوادهش هرچی بچه میشد میمردند، بالاخره یا کمخونی یا تکیدگی یا فقر، هرچی بود ایرا از بین میبرد. بالاخره این مرد و زن آمدن خواهش تمنا کردن، گفتن که بابا ما یک بار دیگه نظر بکنیم، این دفعه دیگه نظر بکنیم اگر بچه‌ای دار خدا به ما، دختر شد بذاریم بمانی، اگه پسر شد بذاریم گدالی، گدای علی میکنیم. چی کسی رفته تو خانه علی ناامید برگشته؟ گفتم باشه. نوما شد، نوروز و اینا، زن خبر داد که بابا وقت من رسیده. بعدم بچه به دنیا آمد گدالی رو یک مدتی نگاه داشتن. گدالی تغذیه داشت، لاغر بود، تکیده بود، مردنی بود. تا 17 سال این بچه رو نگه داشت. همسایگی این آدم از بدی تقدیر یک خرد فئودالی بود زندگی میکرد اونجا. اون آمد میرفت از تهران درس میخوند و بر میگشت و خیلی هم قشنگ و خوشتراش و جالب. گدالی در میان بازی میکرد دو حیات خونش. باباش گاهگاهی نگاهش میکرد، دلش میگرفت. خواهد میگو که گدالی با تقدیر نمیشه جنگید، کاش تو رو هم نمیداشتم. دوباره اون پسری میرفت شکار میگرفت، از شکار پخش میکرد برای میان مردم. گدالی اونجا بود با خاک بازی میکرد. 16 سالش بود. یک دفعه این مرد زد رفت برای جنگل و از جنگل برگشت و دید اون پسر دوباره شادمان برگشته به خانه. گدالی دوباره زوم زده بهش، این به هم ریخت. درد دل این آدم رو با گدالی رو براتون میخونم. آی 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 چی بسیمو داماد بشای افسرده بود نالا بشای جنگل سیاه و سرده می آهدی بین پرده آی برای گدالی 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 ورس بشیم گدالی چندی لسی تو کن بخور مگه بسزی چی سلامال آفریدون بدی تو چند چی برازه دومام ترجی کشتره نم فکته چندی درازه اون گردن کندو جلنگه چی گردن عین سیاتال اون شگوتن تو سردار ترشگوتن تو سخال گدالی ورس بشی موتی و لاغر پاره بمیرم تی او در بوان عجاره بمیرم هرچی دارم
هرچی کارم گرم تارم سرد تارم مال ارباب اینه میدد گدلی سیربون ازی ولایت گدلی پیربون دری ولایت گدلی هرچی تویل من بزم نفس نفس نمره نتر آفتاب نتابش گدلی فرس بشی موتی ولاد پا بمیرم نتی او در با عجار بمیرم بیشی هرگز و نگردیم گدلی چرا بگردیم گدلی اگرم یه روز بگردیم خوب بگردیم گدلی و بگردیم گدلی زور بازو جان سا میده سو میده شما گدلی الان بیشیم موتیولو در پاره میمیرم تی او در بومه اجاره بمیرم